شرکت‌های اسلحه‌سازی زیادی تو دنیا هستن که مشغول به فعالیت تو عرصه ساخت و تسلیحات نظامی هستن و بیشتر این شرکت‌ها متعلق به آمریکاست. اما به نظرتون پردرآمدترین و معروف‌ترین شرکت‌های اسلحه‌سازی دنیا کدوم‌ها هستن؟ شرکت لاکهید مارتین بزرگترین شرکت صنایع دفاعی تو جهانه که از ترکیب دو تا شرکت مشهور لاکهید و مارتین تشکیل شد. این شرکت آمریکایی بزرگترین پیمانکار دفاعی تو آمریکا که به ساخت موشک‌های بالستیک، ماهواره‌های GPS، هواپیماهای ترابری و ساخت جنگنده میپردازه و بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه تو گردش داره. شرکت بعدی شرکت ریتون، سازنده موشک و رادار توی آمریکا. از سال 1920 این شرکت مشغول به فعالیته و تا الان بیش از 90 تا کشور تو جهان از ساخته‌های این شرکت استفاده میکنن. از جمله محصولات شرکت ریتون ساخت انواع موشک‌های هوا به زمین، موشک‌های کروز و ضد تانک و رادارهای جنگنده‌های F-22، F-35 و بمب‌افکن B-2 و رادار انواع شناورهای جنگی توی دنیاست. شرکت بی سیستم بزرگترین شرکت صنایع دفاعی تو اروپا که تو انگلستان واقع شده. انگلستان بعد از جنگ سرد دیگه مشتری خارجی واسه فروش تسلیحاتش نداشت و تو دهه 1970 چندین شرکت خودش رو ادغام کرد و بی سیستم رو تشکیل داد و امروزه این شرکت تمامی محصولات نظامی انگلستان رو از زیردریایی‌های کلاس وینگارد تا هواپیماهای بی سرنشین رو تولید میکنه. شرکت نورثروپ گرومن هم مثل شرکت لاکهید مارتین از ادغام دو تا شرکت نورث و گرومن ساخته شد و واقع در آمریکاست. این شرکت به شکل خاصی تمامی سامانه‌های مدیریت فرماندهی آواکس، ناوها، زیردریایی‌ها و حتی فضاپیماهایی واسه ناسا میسازه و تقریبا تمامی تجهیزات الکترونیک مورد نیاز آمریکا توسط این شرکت تامین میشه. شرکت بوئینگ که تقریبا همه دنیا اونو میشناسن یکی از غول‌های صنایع هوانوردی تو جهانه و از سال 1917 تأسیس شده. شرکت بوئینگ علاوه بر ساخت هواپیماهای مسافربری تو زمینه ساخت بمب‌افکن‌های مشهور مثل B-17 و B-52 و همچنین جنگنده‌های F-15 و F-18 هم مشغول به فعالیت هستش. شرکت جنرال دینامیک با عمر 120 سالش یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های نظامی تو جهانه. این شرکت تو سال 1898 سازنده توپ‌وسلاح تهاجمی واسه آمریکا بود و الان به طراحی و ساخت تسلیحات هوایی مثل بمب‌افکن F-111 و همچنین ساخت تانک‌های ابرام‌آز و سامانه‌های موشکی رم می‌پردازه. شرکت بعدی ایرباس که مثل شرکت بوئینگ تو عرصه هواپیماهای مسافربری مشغوله و تنها رقیب بوئینگه. این شرکت اروپایی علاوه بر ساخت هواپیما تو ساخت انواع هواپیماهای ترابری اطلس 400، بالگردهای تهاجمی مثل تایگر و دوفین فعالیت داره و صنایع یورکاپتر اروپا هم زیر مجموعه ایرباس قرار داره. شرکت الماز انتی ترکیبی از دو شرکت الماز و انتیه که هر دو از سازنده‌های موشک تو شوروی بودن و این دو تا شرکت از سال 2002 با همدیگه ادغام شدن و الان هم سازنده سامانه‌های S300، S400 و S500 روسیه و همچنین ساخت مهمات توپخانه‌ای و سیستم‌های ناوبری ارتباطی تو روسیه رو به عهده دارن. شرکت بعدی شرکت تالس هستش. صنایع تالس یه شرکت بسیار بزرگه که تو فرانسه و هلند شعبه داره. این کمپانی همه تجهیزات مورد نیاز ارتش فرانسه رو از جنگنده تا ناو و زیردریایی تولید میکنه و بزرگترین تولید کننده تجهیزات الکترونیک توی اروپا است. حتی سامانه‌های ناوبری و دوربین‌های حرارتی این شرکت روی بعضی از تجهیزات روسی هم نصب شده. و اما آخرین شرکتی که میخوام بهتون معرفی کنم شرکت ساخت تسلیحات لئوناردو ایتالیاست. این شرکت از جمله بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی اروپا است که از جنگنده تا ناو جنگی رو تولید میکنه. این شرکت از سال 1948 تو ایتالیا تأسیس شد و الان هم سازنده انواع بالگردهای سنگین و تجهیزات الکترونیکی و رادار هستش و جزو 10 تا کشور برتر ساخت تسلیحات نظامی تو دنیا قرار گرفته. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین این ویدیو رو لایکش کنین و یه سر به چنلمون بزنین و واسمون کامنت بذارین.